با سلام. فضای مذاکرات اتمی تیره و تاریکه. نه عظما میدونه چی میخواد، نه امت همیشه در صحنه. تحریم ها زده، هم گلگیر بغل عظما رو برده، هم سپر جلو عقب امت همیشه در صحنه رو. بهش میگن برد. من که خودم یه پا استراتژیستم دارم گیج میخورم. تو نظام فقط یک نفر هست که میتونه با سرانگشت تدبیرش این گره استراتژیکی رو باز کنه. البته با سوالاتی که من میپرسم. اون هم کسی نیست جز لنگر نظام، منبع علم، ژنراتور دانش، نیروگاه معرفت، کوه مرام. بابا تو دیگه کی هستی ترین با معرفت دار عالم؟ خود صفا، اند وفا، دارنده انواع و اقسام شفا که عین تیزاب سلطانی مشکلات رو حل میکنه اگه بتونه. جناب آقای دکتر بزن بهادر. بابا نصف عمر شدی با این معرفی کردنت. یه طرف یه آدم شرمنده اخلاق ورزشکاری خودت میکنی، عین چاقو تیز میری تو دل آدم. یه جایی کارایی میکنی که آدم میخواد سر به تنت نباشه. معدل که بگیری میبینی چندان مهم نیستی برام. روشن شد یا پروژکتور کامل بندازم رو؟ دکتر خیلی وقت به این سادگی روشن نمیشه. میخواستم از درایت مقام عظما بگم برای بازگو کردن نتیجه مذاکرات احمد خاتمی رو نفرستاد که وقتی اینطوری نگاه میکنه زهره امت همیشه در صحنه آب میشه. اومد موحدی کرمانی فرستاد که 4 کلمه هم بلد نیست حرف بزنه و همه رو از خنده روده‌بر میکنه. آقای اوباما عقب رفت داشتیم، نامه میدی برای عظما، بعد هم تمدید تحریمش میکنی، گولمون میزنی. آیه دکتر چرا گزارش درست حسابی نمیدن که تو مسقط چی گذشت؟ چطور اونها که تو مذاکره بودن محرمن؟ ما نیستیم. آیه دکتر بزن ببینم موجی تا حالا رفوزه شدی؟ بله. موقع رفوزگی کارنامه رو عین پرچم میگرفتی بالا، این طرف اون طرف به همه نشون میدادی یا قایمش میکردی که کسی نبینه. خب هرچی بیشتر حرف بزنیم جای بدتری از قضیه لو میره. که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که تو جاده پلیس جلوی ماشینی رو گرفت، گفتش که چون امروز صبح اولین راننده‌ای هستی که کمربند ایمنی بستی، میخوام بهت یه جایزه نقدی $500 بدیم. حالا باهاش چه کار میکنی؟ یارو گفت هیچی، میرم باهاش گواهینامه میگیرم. زنش اومد درستش بکنه، گفت جناب سروان ولش کن، این وقتی مست میکنه پرت و پلا میگه. بچه از اون پشت گفت بابا نگفتم با ماشین دزدی قاچاق نکنی؟ تو این شلوغ پلوغی یه صدا از صندوقه اومد گفت چه خبره، از مرز رد شدیم. روشن شد یا بذارم بیفتی اون طرف مرز. آیه دکتر بزن بهادر، زمزمه احتمال تمدید مذاکرات هست به نفع نظام یا ضرر. فکر کن تو بوکس گوشه رینگ گیر افتادی، پک و پوزتو دارن همینجوری چپ و راست میزنن. یه نگاه به این مشته است که داره همچین میاد به سمتت، یه نگاه به اون ستاره هاییه که دور سرت میچرخن و سود سود میکنن، یه نگاه هم به اون ساعت جلو داوره که بالاخره این بدبستن زنگو میزنه یا نه. بعد یکی این وسط بگه ببخشید دوست دارید مسابقه رو بیشتر ادامه بدیم، شاید بتونی برنده بشی. خلاصه بهت میگم عظما باید اون زهرماری ژنو رو یه بار دیگه بندازه بالا، این دفعه با طعم مسقطی، یه ماه و شعیرم روش. آیه دکتر پس چرا شیخ فری اینا دنبال تمدیدن؟ اونم از ماشنگیشونه، اونم از ماشنگی همشونه. تازه نشنیدی تو شوخیای لوس بیمزه با هم دیگه ظریف اومده بود با شیخ فری شوخی بکنه، زنگ زده بود گفته بود شیخ فری طاقت شنیدن خبر بد داری؟ گفته بود آره. ظریف هم گفته بود عظما مرد. بعد شیخ فری گفته بود خاک تو سرت، همچین گفتی خبر بد، فکر کردم با تمدید مذاکرات مخالفت شده. آیه دکتر یعنی حاصل این همه رفت اومد این ظریف و عراقچی و بقیه چی شد؟ حکایت عظمای بدبخت بیچاره فلک زده با اینا مثل همونیه که مرحوم ابوی میفرمودن. یارو به پسر مشنگش گفت پولی که تو این 20 سال خرج تو کردم اگه میدادم سکه میخریدم الان میلیاردر شده بودم. بعد میتونستم با این پول یه پسر تحصیل کرده با اخلاق دانشمند همسن و سال تو رو واسه خودم بخرم، بهش افتخار بکنم.
روشن شد یا همچی بزنم که عین سانتریفیوژ اینجا برای خودت بچرخی. شانس زنگ در بقیه رو میزنه با کله میره تو، به ما که میرسه زنگ میزنه و فرار میکنه. آیه دکتر به نظر من آدما مثل قایقن. چی؟ نمیدونم شایدم نباشن. به هر حال من وظیفه خودم دونستم که اینو یادآوری بکنم. اما سوال بعدی، آیه دکتر من میگم حالا گیرم سانتریفوژ همون همش واساد و نچرخید، گیرم اورانیوم رو اونقدر رقیق کردیم که آدم بتونه غرغره کنه، آب سنگینم تبدیل به آب باتری شد. بالاخره یه دم و دستگاهی برام باقی میمونه یا نه میتونیم از همونجا دوباره بسازیم بیان بالا؟ جوونم نیستی که آدم بگه آرزو بر جوانان عیب نیست، یا آرزو بکن سگدا بزن دنبالش. برای تو یکی عیبه، آخه خجالت بکش. خب اونی که زورش رسیده تا اینجا نظامو بیاره پایین، خب باقی موندهش هم که نمیذاره که به کشکل برسه. که عجب بدبختی گیر کردیم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن به شاگرده گفتن که 10 تا جوجه داریم، گربه 6 تاشونو میخوره، چند تا باقی میمونه؟ گفت اون دیگه جاشون رو یاد گرفته، خب بیاد بقیه‌شون هم میخوره دیگه. آیه دکتر بالاخره برای شکستن تحریم باید همینها رو داد. هر چیز قیمتی داره. پنیر مرجانی فقط تو تلموش پیدا میشه. ما رو ببین اومدیم که مرض استراتژیکی دلواپس ها رو درمون کنیم. همکارمون خودش درب و داغونه این وسط. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که داداش مشنگ مریض شد، زنگ زدن اورژانس، آمبولانس اومد، بوغ بوغ بابو بابو رسید، خانوادگی سوار آمبولانس شدن. تو راه که داشتن میرفتن دکتر پرسید مریض کیه؟ مشنگی گفت هیچی، حالش خوب نموند، موند خونه استراحت کنه، عذرخواهی کرد. روشن شد یا همچی بذارم که بمونی خونه استراحت کنی؟ یه نکته دیگه آیه نمیخواد بابا سوال تکراری بکنی. از چشم میفتی با این سوالات ها. میگن که به لقمان گفتن ادب از که آموختی. یه حرفایی زد که عمران بتونم تو برنامه تلویزیونی بگم. خیلی عصبانی بود، معلومه شاکیه از سوال تکراری. من همه حرفامو زدم دیگه، نمیخواد سوال بکنم. همه حرفا رو بزنین که بیکار میشین. تازه این مدت که حرف میزدین چقدر کار کردین. این فامیل ما که 28 سال بیکاره، اگه 2 سال دیگه بیکار بمونه بازنشسته میشه. صبر کن میرم ناکس. دکتر متمدنانه تمومش کنیم، نیازی به دعوا نیست. با این وضعیت استراتژیکی نظام که شما ترسیم کردین، فاز خودکشی گرفتم سنگین. دعا کنید اجرا نکنم.